قانون مهریه تو ایران شده 14 تا سکه. اصلی چطوری اومدم حرفای بالا بالا رو براتون ترجمه کنم. اونم در صورتی که مرد پولشو داشته باشه. اندل استطاعه. زنم برای گرفتن حق طلاق باید ثابت بکنی که 2 سال شوهر رفته. خانم کاتوزیان خواستم خدمتتون عرض کنم که سیاوش با کل فالووراش تو اینجا دوستمون میگه که سیاوش و کل فالووراش شما رو دوست دارن خانم راگوزیان. 2 سال من نمیتونم شوهرم کجاست. میگه که من شما رو خیلی دوست دارم و فن شما هستم و همین گوشی رو دوست دارم بفروشم و بیام شما رو نزدیک ببینم. یه حساب سرانگشتی بکن. زن توی اون کشور چی میگیره؟ میتونه رئیس جمهور بشه؟ موقعیت اختلاس داره؟ پرچم کشورم همیشه در بالا. بله شوهرمه داره میگه من خیلی دوست دارم، اگه نگران جا پارکی بیا زیر همین تیر چراغ برق برای جا پارک نگه داشتم. حق طلاق که نداری، مهریه هم که اندل استطاعه. زندانی مبارز مردی هستن که مهریه ندادن. یه دقیقه شوهرمه وایسا محمد. به نمایندگی از تمام مردهایی که زخم خوردن سر مهریه گیر تو کاست و خاره مادر شیما راگوزیان دارم میام پیش بابا تا صبح تریاک بکشم. ببین یعنی کمر رو سفت میکنم انقدر میکنم ببینی پدرسگ مادر جنده. بی خود میکنه حقوق من دست مرده باشه که بخوام ازش بگیرم. قانونی باید حقوق زن مال زن باشه. خانم راگوزیان یه شماره کارت بده ما حقوق تو رو پرداخت کنیم. بابا ول کن دیگه مغز ما رو گاییدید. یه دقیقه سیاوشم ببخشید. ببین اینجا بعد بگید پرچم کشورم همیشه در بالا. بای کیر